همون روزا من در یادم نیست بودم در شهر کار نبودم، بیرون از شهر بودم و بعد مومن یکم یا رابر دستگاه با من زنگ زدن که در نوع روشخلا یک گروه جوانان یاردمچی پروکور رو بازداشت کرده هستند و اون نفر رو به مقامات حکومت دولتی نوع روشخلا آوردن. اونجا مومن یکم بودم. بعد اونجا کل کارمندان مقامات حکومت دولتی، کارمندان حفظ حقوق و بعضی فعالان رو جمع کردن. اون بچه ها اظهار داشتند که عمیق کارمندان مقامات حفظ حقوق و شأن و شرف فعالان ما میرسند. چنین شخصیت ها باید در مقامات کار نکنند، اینا باید بیرون از بدخشان باشند. و از اون نفر خواهش کرد که طلب کردن که او از مردم بدخشان عذر پرسد. وقتی به خارج آمدن بعد با معاون حکم رئیس نوع زنگ زدن که چی خیر شد، برای چه شما نتونستید این کار پیشگیری کنید، برای چه نتونستید ساختارهای مقامات حفظ حقوق این مسئله حل کنند. معاون یکم گفت که حادثه بسیار در یک مدت کوتاه رخ داد، گروه زیاد جوانان جمع شدن، خیلی احساساتی بودند و اما یاردمچی پروکور آوردن در مقامات همین کار. بعد که فهمیدیم گویا که همون یاردمچی پروکور با یک دختره شهروند همون محل شونظر را تلفن کرده است. بنابراین این جوانان از همین کار درک گفته در غضب شده خواستند که او را همین خیلی بیایند و جزا کنند و او بخشش طلبند. وقتی که همین حادثه رخ داد و بعد کارهای جستجوی گفتگوی سر شدن و از همه همین نفران در اینجا شرکت داشتن خواستم که همشون با پروکراتور ولایت بیان و آنجا نشان دادن. من خودم تاثیر رسانی کردم که بچه بیایید چیزی که بوده بیانات همه چیز در دوره قانون سنجیده بروید. بعد همون روزا در خارج آوازه شدن که این دختر رو در پروکراتور ولایت هم بازجویی کرده هستند، تحقیق کرده هستند و یک روز در اتاق کنده بودم که از نوبتدار زنگ زد که به قبول شما شهروند از نوع روشخلا با پدرش و یک چند جوانان آمده هستند. من گفتم که نباشد، بیایید بعد از نصف روزی ساعت 4 من قبول میکنم، لیکن فقط همون دخترک برید و پدرش. معاون یکم رئیس ولایت محترم ریزوان‌آباد علی شیخ خدابیدرم دعوت کردن، در جریان گذاشتن که عمیق گپ است، بیاید دو کسر این دختر و پدر قطع صحبت کنیم. چون ساعت 4 شد شونظر و قطع پدرشون آمدن، یک چند نفر دیگر هم پافشاری کردن که ما هم می‌درویم و در صحبت شرکت می‌ورزیم که صحبت این شونظر با رئیس ولایت چه صورت می‌گیرد. هرچه مایلش ضرور باشد مایلش درون گوش کنن. بعد اونا در آمدن، خیلی او دختر بود، پدرش بود. من از بین اونا فقط یونوف صبحان شناختم که پیشتر هم با دیگر کار میکردیم. و دیگر رو بعد فهمیدم که کلبدین کسی بود، 2-3 نفر دیگر نامشون در یادم نیست. اونا رو شناختیم و یا از یک طرف ششتم منو ریزوان‌آباد از طرف دیگر. با شونظر رو مراجعت کردم، گفتن که من بطور همچون رئیس نی، همچون نماینده دولت نی، همچون پدر، همچون یک نفری که در همین جامعه با عنوان مذهبی هم دارم مراجعت میگم که دخترم که بیا همین حقیقت حال گپ زن. در روشخلا چی گپ بود و در پروکراتور ولایت چی گپ بود، همین حقیقت گپ زن نتوسته. گفت اما که در نوع روشخلا همین خیلی کوشد من از مسکو دپارتاس کردم. وقتی که اومدم در روشخلا من خواستم که بار دویم با مسکو برگردم. برای من به من ضرور شد که یک شناسنامه باشد، شناسنامه خارجی با نام فامیل خلبکی، چون که از من علاقه رفتن نمیشه. من اومدم با شعبه کارهای داخلی نوع روشخلا مراجعت کردم، گفتن که این کار غیر امکان است. لیکن همونجا گفت یک کارمند همون شعبه کارهای داخلی با نام حبیب محمدوف گفت از قشلاق تقدیم، گفت که من به تو در همین کار یاری میرسونم. بعد میگه از من طلب کرد که خیلی 300 سومونی بیار، یک چوبای معده رو بیار. من این طلبات رو قبول کردم، رفتم خونه، پدرم تا مصلحت کردم. پدرشم تصدیق کرد، گفت من با 300 سومونی و یک سر بز رو گرفته آورده بعد از حبیب با شناسنامه ملی محلی دادم.
دیگر باید بگه از قفای حبیب خیلی سرگردانش کنیم، یک هفته، 2 هفته، 1 ماه که مسئله او حل نشد. بعد روز حبیب گفت که من یک آدم رو پیدا کردم که وای پرابلم تو رو حل میکنه. گفت وای همیشه یاردمچی پر کرور است. بعد میگه نمره تلفن ما رو با همون یاردمچی پر کرور داده است، نمره تلفن او رو با من داده است. شو نظر من نگفت، لیکن که من با یاردمچی پرکرور زنگ زدم. این بعد من با نگفت، گفت که یاردمچی پرکرور با من یک چند مرتبه زنگ زد و تکلیف کرد که بیو وخوریم، مصرف کنیم و مسئله شناسنامه تو رو حل کنیم. بعد که این گپ رفت با گوش جوانان نوع رسید، دیگر خیلی معلوم که چی کار شد. گفتم در خروج در پرکاتور چه آو شد که چه خودت تعقیب کردن، خودت دشنام کردن. گفت نه تعقیب نکردن، دشنام نکردن، لیکن پرسش خیلی دور و دراز شد و من خیلی خسته شدم. خبر گفتن که از ما چه تقاضا داری، چه خواهش داری، چه طلب داری. گفت اگر امکان باشد بسیار میخواهم که با من کمک کنید، من شناسنامه خارجی گیرم و به روسیه روم. گفتم این غیر امکان است، چون یکم غیر قانون است. دیگر اینجا قاعده و قانون نوستن، اینجا ایز دست میگیرن، اینجا چشم میبینن، تو را از اونجا درم یا محبس میکنن یا با قفا میفرستونن. گفت نباشد همون پول ما رو، پدرش گفت که پول ما رو، همون شوربای ما رو و پاسپورت ملی ما رو برگردونیم. گفت این مشکلات نیست. با شخصان دخلدار زنگ زدن و بعد 2 روز همون پول و همون جبران اونا رو برگردوندن. باید ما سوال داری، باید ناراضگی داری. و گفت نه. بعد بچه گفتن که نه تو همش بگوی، همون چیزی که حقیقت بگوی، چیزی که ما بگفتی تو بگو به رئیس. لیکن او گفت که من همین گپ گفتگی ما گفتم. و من رو گفتم بچه انا چیز گپی بود که دکتره گفتم بچه کاری که شما کردید این بسیار یک حادثه منفور است، این بسیار یک کار خطا است. این هم برای حیات شما، هم برای آبرو و اعتبار کل ساکنان ولایت مختار کوهستان مشهد تاثیر منفی رسوند. تصور کنید که انا همین خیلی جوان بدخشانی در یک قسمت کوهستان همین خیلی کار کرده، بعد اون مردم باید همین مناسبت کنند. چه خیلی ما در برای خلقا فکر نکنیم. گفتم دویم چه خیلی میشد شما با قدم عقل فکر کرده که همین کار با بنوار گیرید. راست گفت با یک تلفن با یک آدم زنگ میزنیم و گویی که با همین زنگ تلفن شان و شرف امان آدم پس کرده است، این با یکم منطق درست نمیده. تو دیگه که فرق نیست که در اون یکم تعقیل بود. من دختر پرسیدم، گفتم اما یادم چه پرکرور انگام تلفن کردن، اگم اقارت کرد، اگم تعقیل کرد، اگم تکلیف دیگر شعبانه اگم چه کرد. گفت نه اما که نکرده، فقط گفت که بیا بخوریم، مصرف کنیم، مسئله شناسنامه تا حل کنیم. بنابراین روز که در این دنیا هر روز 100 کس با 100 کس تلفن میکنن، زن باشد، مرد باشد، شناس باشد، روشناس باشد و فقط بگیم که با یک تلفن بگیم که تعقیل است، این نادرست است. اینجا مگر فقط باشد، دلیل باشد که کدام علامت‌های تعقیل میباشند و وقتی که بخصوص گپ درباره حل کردن پرابلم میرود با دخالت شخص سوم، این تماما یک چیز دیگر است. آغاز همین بدبختی، همین مناقشه محض از همین حبیب محمدوف آغاز می‌گردد. گناهکار اساسی همین قضیه همین آدم است، چون که همین آدم وعده کرد، همین آدم پول مال طلب کرد، همین آدم کار اجرا کردن نتوانست و برد این شونظر را با یاردمچی پرکرور پیوست کرد. بنابراین اگر ما با همین قضیه نگاه کنیم، آغاز همه مشکلات محض از عملات از همینجا آغاز می‌گردد. های باید اگر کار اجرا نکردن نویس میگوید که میبخشید نتوانستن جنبست میشود. در جامعه امروزه زنگ زدن یک آدم به آدم دیگر تعقیب یا پس زدن آبرو اعتبار هیچ شدن نمیتونن. هر که ما در یک روز ممکن 10 تا 15 تا زنگ میزنیم، هم با زنکو، هم با مردکو، هم شناس، هم روشناس التماس میکنیم، خواهش میکنیم و این تعقیب گفتنی نیست.
بازم یکم کس از محتوای صحبت درک ندارد که گپ درباره چی رفت، سخن درباره چی رفت، موضوع صحبت چی بود، آیا یکم تحقیر، یکم فشار، یکم زورآوری بود، حل شدن نمیتونه. بنابراین در چنین حالت قضاوت کردن که زنگ زدن مایه خوردن این باعث تعقیب و پس زدن شان شرف میشه در عصر بیشتر، این قبول نیست. اینجا مشکلی روحی روانی نیست، چون که خود او پرسیدن گفتن یکون بود که برگان تاثیر، یکون تعقیب، تنس، گفت نیست. مذهبی راست گفت در او مردمی که او مذهبی داد بسیار مذهب آزاد است و اونجا زن مرد برابر هستند که با کسی گپ میزند محدودیت زیاد ندارد. دیگر اون علامت تعقیب یا پس دادن یا این اوبس کردن به دین و مذهب یکون معنا ندارد. انگامی که این دو نفر حتی با هم دیگر و نخوردند، اما امیر خلاصه براری و اما امین جنجال در بعض قیوسا در بعض فکرها پیدا شد. دو نفر هیچ و نخوردند. چه خیلی اونها رو گناهکار کردن ممکنه. این چیز طبیعی است که وقتی که با پیش رئیس باید یک کسی میبینه و اون تاثیر رسانی میکنه که چی باید گفته، چه خیلی گفته، ولی فکر میکنم که اونا با همین هدف خود نرسیدن. چون که وقتی که دختر آمد صحبت کرده، از صحبت او معلوم شد که او با همون چیزایی که از او چشمدار بودن با اون درجه با اون گپا نگفت. وقتی که من گفتم تو اون گپ دیگر داری و گفت نه، بعد اون بچه گفتن که تو بسیار گپا رو نگفتی و در پیش ما گپ رو در پیش رئیس نمیگی و گفت نه من دیگر گپ ندارم، گپ همین بود. بنابراین اونجا ممکن تاثیر رسانی بود لیکن من ناکام بود. من بسیار این اصول دیدگی هستم که چه بازه میکنم، لیکن او دختره که همین کار نکرد و الان طلب زیادی و یکون چیز زیادی طلب نکرد که و از این صحبت اونقدر قناعتمند نبودن. تن کسی که جنایت کرد پیش جنایتکار نروید، بیاید پیش مقامات. اول مقامات حکومت دولتی، ساختار قدرتی. اگر مقامات حکومت دولتی، ساختار قدرتی با مشکلات شما پاسخ ندادن یا اگر توجه زاویه نکردن، شما میتون به تشکیلات بالایی عرض کنید. یکم که جنایت بود صادر نشود، دوم که جنایت صادر شد او جوابگری دارد. این خیلی نیست که جوابگری کشن نمیشه، جوابگری دارد. آن وقت همین تبلوی زنگو در دست من نبود. اگر من میفهمم که او دخترک زنگ میزد، من میپرسم که دخترم اگر تو یکم زنگ زدی بگوی که زنگ زدی چی گفتی و چی نگفت، فقط گفت که او با من زنگ زد، لیکن او یکم بار نگفت که وای با یادمچی پروکرور زنگ زده است. اگر میگفت حضور که من این تبلگرام را دیدم فهمیدم که او دروغ گفته است. من این در اونجا نوشته نشده است و نگفته است که دختر اسماعیل با یک نفری که به دین دیگر تعلق دارد، به ملت دیگر تعلق دارد، به نژاد دیگر تعلق دارد گفتگو نکنه یا زن و شوهر نشود. امروز صدها دختران جامعه اسماعیل شوهر کردگی به نفوذ دینی، هم سنی و هم خریستانی و هم کاتولیکی و هم دیگران و کسی این را منع نکرده است. و امروز ما باید همین ایس وطن دوستی، ایس میهن پرستی، ایس دولت داری، حرمت بر تاریخ و تمدن سطح ملی رو از اون نیازها عرف و عادتهای محلی خیلی بلند نگاه داریم. اینا باید جوانان در خاطر نگاه داشته باشند، چون که اگر بعد از سال بیرون از بدخشان است، در دیگر قسمت تاجستان است یا در دیگر قسمت دنیا است، ولی این ارزش‌های ملی اونا همیشه با ما باید در همه جا باشد. من ندیدستم یگان فرمون، یگان سخنرانی و وزارت آخان که مریدان خود را به جنگ، به یراق، به نمایش، به میتینگ دعوت کرده است. در کدام لحظه نباشد او میگه که از روی قانون، چارچوبه قانون امان دولت، طلبات امان حکومت عمل کنید. درباره زوری فشار آوردن در یگان سخنرانیش، در یگان برآمدش همین گپ نبوده است و باور دارم که نمی شود.
در کجا بودیم، در چه اول قرار داشتیم و امروز در کجا هستیم. ما باید فراموش هیچ وقت نکنیم که بودن سالایی که همین خود نوای روشخلا پوره نو پیدا نمیکرد. ما هیچ باوری نداشتیم که ما در این روز با ماشین سوار میشیم به دوشنبه میرسیم. ما حتی امید نداشتیم در دوشنبه زندگی میکنیم که امروز ساکنان ولایت متحده کوهستان باشند در مرکز شهر دوشنبه در خانه بهترین زندگی میکنند و کار میکنند.